زبان خوندن برای اکثر اون مسیرش این شکلیه که اوایلش خیلی خوب پیشرفت میکنیم، حس پیشرفت رو بهمون میده، یه سری کلمات راحت هست، کلمات پرتکراری هست که قبلا هم یه جا شنیدیم، فقط داره برامون یادآوری میشه. یه سری ساختارهای راحت هست که خیلی یاد میگیری، هر روز بهمون حس پیشرفت میده، خوش میگذره بهمون، میریم تا میرسیم به یه مرحله‌ای که دیگه این پیشرفت هر روزه حس نمیشه. میرسیم به این مرحله‌ای که ما بهش میگیم پلاتو یا توی فارسی ترجمه شده فلات آموزشی. اونجا دیگه این پیشرفت هر روز حس نمیشه. توی زبان مثلا توی سطوح متوسط تقریبا بعد B1 یه همچین چیزی اتفاق میفته، فقط تو زبان البته نیست، تو اکثر مهارت‌ها هست همچین مرحله. مثلا لاغر کردن، باشگاه رفتن، دیدی اون اوایل هی زحمت میکشی، حس پیشرفت رو حس میکنی، باعث میشه که بیشتر تلاش کنی، چرا داری اون نتیجه آنی رو میبینی، میری تا میرسی به جایی که دیگه این پیشرفت حس نمیشه، دیگه اونقدر راحت نیست برای تو، خیلی هم طولانیه و معمولا این مرحله خیلی ها توش میمونن. تازه اگر پشتکار خوبی داشته باشی مدت طولانی توش میمونی، خیلی ها که گیو آپ میکنن و دیگه میذارنش کنار. میخوام ببینیم که چه باید کرد تو این مرحله. خب خیلی ساده و کلیشه‌ای که بگیم ادامه بده، ولی واقعا تنها راهش همینه. ما باید دیدمون رو به قضیه عوض کنیم. تنها راه حل مسئله روانیه. قبلا یادتون هست بهتون گفتم باید بهش به دید یک پازل نگاه کنی، یعنی تو مطمئنی که اون تصویر در نهایت هست، فقط باید ادامه بدی و راه درست کنار گذاشتن این قطعات رو یاد بگیری. یه مثالی که همیشه برای بچه‌ها میزنم، میگم که زبان خوندن شبیه شنا کردن میمونه. تو توی آبی انگار که فقط داری دست و پا میزنی، اولش پیشرفت میکنی، میرسی یه جایی که انگار خسته میشی، دیگه توی آب وای میستی داری دست و پا میزنی، این حس پیشرفت رو بهت نمیده. اما در واقع اینجوری نیست. باید خودتو با خودت قیاس کنی، با خود دیروزت، با خود یه هفته پیشت، داری پیشرفت میکنی تا یه مقدار نامحسوس تره. تو این مرحله که هستین، تو این مرحله فلات، تو این مرحله دست و پا زدن، انقدر واقعا به انتهاش فکر نکنی، یعنی انقدر هر روز به خودتون نگین چرا پیشرفت نمیکنم، چرا به آخرش نمیرسم. قرار نیست به آخرش برسی. تو باید از این پروسه فلاتت لذت ببری. گفتم هر روز داری پیشرفت میکنی. یکی دیگه از کارهایی که باید بکنی، یعنی یکی از کارهایی که یک زبان آموز عاقل و ماهر انجام میده، یا حالا تو هر مهارتی، اینه که عادت‌های جدید برای خودتون بسازین. دیسیپلین واقعا چاره کار. ساختن عادت جدید یعنی چی؟ یعنی که مثلا وقتی تو مرحله فلاتم، اینه که هر روز بخونم، هر روز گوش کنم، هر روز فیلم ببینم، استراتژی‌های جدید، اپروچ‌های جدید، در واقع غلطه‌های جدید رو خودم تست کنم، ببینم کدومش جواب میده و همه اینها رو به حالت عادت و روتین تبدیل کنیم. و در واقع تمام این استراتژی‌هایی که تو همه این مدت گفتم توی پیش، همه رو باید به حالت عادت تبدیل کنیم. گفتم دیسیپلین چاره کاره، خیلی مهمتر از موتیویشن و انگیزه است. دیسیپلین واقعا چاره کاره. انقدر باید این استراتژی‌ها رو به حالت عادت در بیاریم و انجام بدیم تا بالاخره از این مرحله فلات، حالا توی هر مهارتی که هستین، گذر کنید و به مراحل بالای زبان یا هر مهارت دیگه این برسید. خیلی ها تونستم، واقعا نمیخوام بگم راحته، یه مقدار دیسیپلین میخواد، یه مقدار وقت گذاشتن میخواد و البته اینکه راه درست رو برای آموزش انتخاب کنی. خیلی ها رسیدن، تو هم میتونی.